آب باید جوش بیاد. برنج صاف کردیم از آب نمک. برنج از آب نمک خارج کردیم داخل آب کش، بعد میره داخل آب جوش. کف برنج باید گرفته بشه. سرکه. برنج رو باید دونگری کنید، بعد از داخل دیگ در بیارید. بعد از دونگیری برنج رو داخل دیگ باید خارج کنید. بعد کفی رو میذاری داخل نصف کفی آب. به این صورت برنج بریزید داخل دیگ. در دیگ رو بذارید تا دم بکشه. اینم پایان کار. غذاهای مخصوص بی‌نظیر برای خوشمزه مجموعه غذایی جمشیدی در شهر شیراز.